شدن پژواک ناشر کتاب‌های دیجیتال با همکاری نشر نوین کتاب صوتی 0-1 اثر پیتر تیل و بلیک مسترز را تقدیم می کند. ترجمه واسع علوی و راحله یوسف زاده. گوینده حمید سربندی. صفر به یک، نکاتی در مورد استارتاپ ها و چگونگی ساخت آینده. مقدمه. هر شکوفایی تو کسب و کار فقط یه بار اتفاق میفته. بیل گیتس بعدی سیستم عامل نمیسازه. لری پیج یا سرگئی برین بعدی موتور جستجو نمیسازن و مارک زاکربرگ بعدی هم شبکه اجتماعی نمیسازه. اگه از این افراد تقلید میکنید، در واقع از اونها چیزی یاد نمیگیرید. تقلید از یک الگو آسونتر از خلق چیزی جدیده. انجام دادن کاری که میدونیم چطور باید اونو انجام بدیم، جهانو از 1 به n برده و چیزی آشنا به اون اضافه کرده. اما هر وقت چیزی جدید خلق میکنیم، از 0 به 1 میریم. عمل خلق منحصر به فرده و نتیجه اون چیزی تازه و غریبه. شرکت‌های آمریکایی هر چقدر که امروز سودایی کلان داشته باشن، اگه روی کار سخت خلق چیزهای نو سرمایه گذاری نکنن، در آینده شکست میخورن. اگه بخوایم تمام نتایج مورد انتظارمون رو از بهبود و بهسازی خطوط قدیمی کسب و کاری که به ما به ارث رسیده به دست بیاریم، چه اتفاقی میفته؟ نتیجه همچین کاری تهدیدی بسیار بدتر از بحران 2008. بهترین اقدامات امروز به بنبست میرسن و بهترین مسیرها جدید و نیازمودن. در دنیایی از بوروکراسی مدیریتی شرکت‌های عمومی و خصوصی، جستجو به دنبال مسیر نو میتونه مثل آرزوی یک معجزه به نظر برسه. در واقع اگر کسب و کار آمریکایی میخواد موفق باشه، به صدها یا حتی هزاران معجزه نیاز پیدا میکنه. این مایوس کننده است. مگه با دونستن یک حقیقت حیاتی. ما انسان‌ها از سایر گونه‌ها با این توانایی متمایز شدیم که میتونیم معجزه کنیم. این معجزه رو فناوری مینامیم. فناوری معجزه آساست، چرا که به ما امکان میده تا با کمترها کارهای بیشتری انجام بدیم و توانمندی‌های خودمونو به سطح بالاتری ارتقا بدیم. باقی حیوونا هم به طور غریزی هدایت شدن تا چیزایی مثل لونه زنبور بسازن. ولی ما تنها گونه‌ای هستیم که میتونیم چیزهای نو و شیوه‌های بهتری برای ساخت اونها اختراع کنیم. انسان‌ها با انتخاب از بین گزینه‌های از پیش ارائه شده در کاتالوگ هستی تصمیم نمیگیرن که چی بسازن، بلکه ما طرح جهانو با خلق چیزهای نو باز می‌نویسیم. اینها حقایق ساده‌ای هستند که به کلاس دومی‌ها آموزش میدیم. اما در دنیایی که بیشتر اون چه انجام میدیم، تکرار همون چیزیه که قبلا دیدیم، به راحتی ممکنه این حقایق فراموش بشن. 0 به 1 درباره اینه که چطور شرکت‌هایی بسازیم که چیزهای نو خلق کنه. 0 به 1 همه اونچه رو که من به طور مستقیم به عنوان یکی از بنیانگذاران پیپال و پلنتیر و بعد سرمایه‌گذار بسیاری از شرکت‌های نوپا مثل فیسبوک و اسپیس ایکس آموختم به کار میگیره. با وجود اینکه به الگوهای خیلی زیادی اشاره کردم و اونها رو در این کتاب شرح دادم، اما این کتاب فرمولی برای موفقیت پیشنهاد نمی‌کنه. تناقض آموزش نوآوری در اینه که همچین فرمولی لزوماً نمیتونه وجود داشته باشه. به خاطر اینکه هر نوآوری نو و منحصر به فرده. هیچ قدرتی نمیتونه در واژه‌های مشخصی تجویز کنه که چطور باید خلاق باشید.
در واقع تنها الگوی قدرتمندی که پیدا کردم اینه که انسان‌های موفق ارزش‌ها رو در جای پیش‌بینی نشده پیدا می‌کنن و اونها این کار رو با اندیشیدن درباره کسب و کار بر اساس اصول ابتدایی به جای فکر کردن به فرمول‌ها انجام میدن. این کتاب از یک دوره آموزشی درباره شرکت‌های نوپا که در سال 2012 در دانشگاه استنفورد تدریس کردم شکل گرفته. دانشجویان دانشگاه در چند تخصص معدود میتونن مهارت‌های زیادی کسب کنن. ولی خیلی از اونها هرگز یاد نمیگیرن که در دنیای وسیع‌تر با اون مهارت‌ها چی کار کنن. هدف اول من در این کلاس این بود که به دانشجوام کمک کنم تا فراتر از مسیرهایی رو که با تخصص‌های دانشگاهی فراهم میشه ببینن تا آینده‌ای گسترده‌تر رو که متعلق به اونهاست خلق کنن. یکی از همین دانشجوها به نام بلیک مسترز این یادداشت‌ها و جزوه‌ها رو منظم کرد و در اختیار مخاطبین بیشتری قرار داد. اونچه که در این کتاب می‌خونید نسخه مرور شده و در پاره‌ای موارد بازنویسی شده همین مطالبه که من امیدوارم مورد توجه همه اونهایی قرار بگیره که دست‌اندرکار تشکیل و یا اداره شرکت‌های استارتاپ هستند. دلیلی وجود نداره که چرا باید آینده تنها در استنفورد یا در دانشگاه یا در دره سیلیکون رخ بده.